گزار هستیم میگذره، خداوند قبول کنه. الهی آمین. خداوند روز همه ما شما را قبول کنه. روز چند غریبی کردن میتونی بایی؟ والا استاد محترم میره قطعی گفته نمیتونم. روزی یک 100 150 الا 180 و حتما از صبح تا به شام کوچه به کوچه هم میگردی؟ بله، از ساعت 8 صبح الا نماز دیگر. از نماز دیگر هم شد که بیشتر شود، نوقتتر شود. خانه کرایی نه الحمدلله، خدا را شاکرم. خانه کمک جای است، یک سرپناه است. خدا را هزار باشه. بخیر باشین. خداوند متعال شما را از مشکلات خلاص بگرداند برادر گلم. بخیر باشین. در تمام عرصات موفق و کامیاب و سربلند بشین. مبلغ 1000 افغانی پول نقد بگی برادر. یک فطر روزه یک کمک کرده که نخواسته نامشان گرفته شود. فقط دعا کنیم به حق از اونها. الله قبول کنه. الله شما یکی انفاق کرده سعادتمند در تو دنیا شوید. بخیر باشین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. برادر جان خوب هستی؟ شکر. خودت گرفته تا؟ والا خونه که دیگه ضعیف است، این چیزی خوراک نیست. فقط درم و خونه خوردیم. چطور تیر میشه ماه مبارک رمضان؟ به دسترخوان افطار غذای خوب است در خانه یا نه؟ والا با چی درو بگم خانمی یک بار مصرف که از اینجا بریم برنجک هست نبرم دیگه چیز نیست. 1000 افغانی را بگی؟ خدا خیر بده. خدا به حق برادر که کمک کرده. خدا خیری بده. خدا جان مردش نکنه. خدا من نماز رضاش قبول کنه. الله مادر گلم خوب است انشالله؟ شکر بله. صحتت خوب است؟ بله خوب. چه حال داری؟ شکر. چند کار کردی صبح تا به حاله؟ 50 روپیه کار کردم. 50 روپیه کار کردی؟ بله. اگر من پیسه بتم میری طرف خانه بخیر؟ بله. من 1000 افغانی را بگی؟ کمک یک برادر است که نخواسته نامش گرفته شود. دعا کو به حقش. برو بخیر به طرف خانه که انشالله با فامیلت یک روزای خوب نوشو جان کنی. سعی بخیر باش. سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام خوب هستی؟ 1000 افغانی پول نقد بگی؟ دعا کو به کسی. خدا وسیله از غیب کنه. بیادر جانم اینجا صبح اشتیم 5 روپیه کس نداده بود. نه خدا برو خدا خیرتان بده. خدا سلامت بس انشالله. صحتت خوب است؟ زنده خوب باش. خیر. شکر که جور هستی. ماه مبارک رمضان چگونه سپری میشه؟ خیر باشه دیگه. خوب تیر میشه یا نه؟ بسیار دلک درد دارد. چشمکای تا ماشی آمد. چرا؟ سختی مشکلات زیاد است. چون از مشکلات 1000 افغانی را بگیر برادر گلم. خدا مال اولادش برکت بده. شاد شدی. یک کیلوگرم گوشت بخر بر بخورم. بخیر باشه. ماشاءالله به غیرت تا فریم به همت برادر جان جورت. شکر هزار بار شکر. دستمال فروشی میکنی خدا؟ بله. خودت دستمال فروشی میکنی برادر؟ روز چند آیت داری؟ چقدر میتونی پول حلال به دست بیاری؟ با زور از خدا و شکر خداست. روز 300 400 400 خصوصا دمی شب روزی دستک در حدودای 600 700 کار ما رسیده انشالله. آفرین. دولا از خوب دعا کردم والا غیرتت قابل قدر است. خداوند متعال هر کس بتونه این که خدمت بکنه. اگر که پاهایشان هم معیوب است ولی باز هم والا خوب پیداگری دارن، خوب زحمت میکشن چون که تلاش میکنن. خانه از خود از کرایی؟ خانه کرایی است برادر قندم. خودم هستم نانآور خانه، کلان خانه هستم برادر قندم. قبلا مسطحکار چینایی بودم و انجینیر برق هستم شکر خداست. اما از 3 منزل خوازه خطا خوردم، پایم شکست و همی حالم در پایم سیخ تیر است. بعد از او دیگه نتونستی نمیتونم. همی حالم به شیشتن خیستنم بسیار به یک سختی می باشه.
این آسا چوبا نباشه قدم مانده نمیتونم. الله شما را از مشکلات خلاص بگردانه. برادر گلم 1000 افغانی را بگی، یک برادر ما کمک کرده که به هر کس 1000 افغانی ما توصیه میکنیم. فقط دعا که به حق کسی کمک کرده. خداوند همراهش خوبی کنه، خداوند تمام مشکلاتش حل کنه، خداوند تمام مریضای را شفا بده، خداوند هر مشکلی که داشته باشه حلش کنه. بخیر سلامت بود. سلامت بود. سلام علیکم. نزدیک های افطار است، چطور که تا به حال به خانه نرفتی؟ آیا از این که تا امروز کار نکردی جیبت خالی است یا کدام مشکل دیگه است؟ اما تر از دیگه فعلا دمی پشتی کار برآمدیم که یک چیز پیدا شد. هنوز کار نشده که به دست پر به طرف خانه بری؟ بالکل. پس 1000 افغانی را بگی برادر گلم. دیره انشالله که یک 10 تا نان خشک و یکم میوه خشک گرفته، میوه تازه به طرف خانه برو. بخیر فقط به حق برادرت کمک کرده دعا کنید. زنده باشین. بخیر باشین. سلامت. بخیر باشین. به خدا کو برای ما نکو که ما دسلاف نکنیم تا این مال را. تو میگه با بار داری؟ قبول است. راست میگی. یعنی ما والله رمضان دادان ما. کس دروغ نمیگه. گوشنه کی رفته میشه پدر؟ نه راست میگی. گوشنه رفته نمیشه. خانه هم حتما چیزی نیست. در خانه 9 ریال هستیم. ماشاءالله. دروغ خدا دادان ما نمیاره. 5 دختر چوکک بچه است. کلگی خورد است. در خانه یعنی یک خام به خوبی پیدا نمیشه. نان یا برنج ولا بلگه با برنج داشته باشم در خانه یا لوبیا داشته باشم. الله شما را از مشکل خلاص کنه. برادر عزیز 1000 افغانی را بگی کمک یک برادری است که نخواستن نامش گرفته شود. فقط دعا کنه. خدای پاک قبول کنه. خدای پاک قبول. سلامت. سلام علیکم. خوب است انشالله. صحت خوب است. آرامی است. جان جور. در این اول سرد و نزدیکای افطار. والا سیستم دین غریبی مجبوری انشاء باور میکنی با قرآن نشکن میگی خواهد امروز روزا بالا که دروغ بم با ایمان ما از خدا باشه. شکم گشنه روزه بدم. شکم گشنه روزه. حالا به افطار کدام چیز داری یا نه؟ نه والا هیچی ندارم. نداری؟ نه. من خیلی برات پیسه میتم. این پیسه را بگی برو یکم چیز بخر که فامیل یک جای انشالله که افطار کی 1000 افغانی را بگی. خب گرفتی را؟ گرفتم. اینا میره با فامیل یک چیز نوشته بعد آخر کسی که کمک کرده. خیلی خدا کمک کردم. خدا روزا نماز قبول کنه. خودت هم خدا طاعت و عبادت تا خدا قبول کنه. خدا خارت نکنه. بخیر سلامت. حاجی صاحب گرامی السلام علیکم و رحمت الله. چه حال چه احوال؟ خوب هستین ان شاء الله؟ فامیل محترم خوب است؟ الحمدلله. خوب مرد با همت زحمت کش معلوم میشه. الله خیر و برکت نصیبت کنه. چطور روزگار و زندگی؟ شکر الحمدلله میگذره. چطور در دلت میگذره یا یک ذره مشکلات هست چی رقم؟ خواهم دیگه افغانستان فردا شاید باشه. گوشت و شب دانستی ببری خونه نکنی. والا نه چطور نه والا. این 1000 افغانی را بگی برادر گلم. 1000 افغانی سیس شرک گوش بگی کریم فامیل هم ان شاء الله با خوشی استفاده شد. خداوند خاطر خوب کنه. برادر کمک کرده نخواستن. خداوند دنیا و آخرت یک گزار داشته باشه. خداوند خوش آرام داشته باشیتون در زندگیتون برکت. سلام علیکم. سلام علیکم. برادر گلم سلام علیکم و رحمت الله. چی حال داری؟ شکر خیلی. چطور هستی؟ زنده باشی. چطور پیش شدی مادر جان؟ بچه ما تیمدار هستیم اینجا مجبور هستیم ششتیم طالبان روی سرک ما رو میبره. بعد از روزه خوار کار میشه کارخانه یک پرشوی کالاشوی. بله. حالا دیگه نمیشه ششتیم دیگه خدا رب العالمین رحمت. امشب شاید شب عید باشد. کدام کیلو گوشت توانستی بگیری؟ بلا بگرده بچیم بی پشوی روزه میگیریم. در 3 شام در دان سرک استاد میشیم هم پیکی برن نیست امو هم بر ما نمیرسه. هم شو نی پشوی خیستیم نی سر شام. اینه میجیشیم از صبح تا بسیر پا کار کردیم. الله شما را از این مشکلات خلاص بگرداند مادر گل. واقعا سخت است راست میگی. سخت خواهد بچه میبینی حال روز ماسه. ایسه که کدام بچه نداری کرد؟ نه بچه ندارم. من بچه واقعا سخته. مادر گلم 1000 افغانی پول نقده بگی. پول نقده بگی مادر جان که بتانی
1 کیلو گوشت در این شکل برات خریدم. زنده باشی خالق. کسی کمک کرده نخواست نامش گرفته شود دعا کن براشون. خدا جان و دنیایش خوب کنه که یا اولاد خدا جنت فردوس نصیب شوی. حج خانه کعبه شریفه نصیب زوام شود شما هم شو بچیم. الهی آمین. بخیر سلامت باشید. الهی آمین. خدا شما را از مشکلات خلاص بگرداند. بخیر باشید. سلام. خوب هستی؟ شکر فضل. طرفایت خیرتیه؟ چی کار میکنی اینجا؟ این کار چی سکی بداری نمیره گرد گشته میره که گاد مار پیدا شد. بچه جوان نداری که کار کنی؟ بچه هست چی سیم دوزار خلاص که شاگرد خیات است ماش نداره دیگه پارسال خلاص کرد. کلاگه کای تا مرتبط چرا؟ تمامش. ایدی کدام بار برده بودی؟ سراچه چی انداختم. یک بوجارده. چند داد برد؟ هیچ چیز نداره. مفت کردی کار؟ میتونیم بیایی برای خدا. کمک کنیم برای پروردگار. خدا خیرت بده. کمک کردی و امروز بر کمک رسید ان شاء الله. الی ما شما با پروردگار. بله چطور چشمکایت پر از اشک شد؟ ها؟ چرا گریه گرفته برادر گلم؟ می زندگی دنیا آدم گریه میشه. وقت است. وقت است. آدم ناتوان میسازه سختی ها. وقت. یک هزار افغانی را بگی. صبر خود برنامه پاک میکنی. خدا خیرت بده. به طرف کمرم بیبی دعا کن به حق برادر که کمک کرده. انشاءالله اگر کسی خواست برات کمک کنه باز خودت که ما میشناسیم دمی ساعت کار میکنی پیشم در فروشی امید و قبات باز انشاءالله امرت کب. بس خود برای پاک. چی خدمت؟ خداوند دین دنیا شکل گلزار کنه. الهی آمین. هر مرادی که داره خداوند پاک حاصل کنه در دربار خود. آمین. سفرشان به خطر داشته باشه دائم گلزار باشه. الهی آمین. افسوس در روزی جنت درش باز. الهی آمین. الهی آمین. بولت ما بالای پاک است. امید الله ابراهیم. الله امید ما به روزی رسانوس. خداوند از تمام مشکلات شما را خلاص بکنه. فقط والله امید داشته باشیم دیگه گپل است. بخیر باشید. سلامت باشید. خواهر گلامی السلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ چی حال داری خواهر گلام؟ خوب است. روزی چند کار میکنی؟ میشه از صدر باید کنیم سرپرست. چرا دیگه کس نیست در خانه کار کنه خودت میکنی؟ سرپرست فامیل هستی؟ در خانه چند نفر هستی خواهر جان؟ در خانه یک دو فامیل هسته. دو فامیل. پایی میتونی که نان خوب ببری برشون نه؟ خواهر اگر یکم می رمضان میبرایم خلاص. خواهر جان این پوله بگی 500 1000 1000 افغانی پول نقد است. یک برادر ما کمک کرده نخواسته نامش گرفته شود دعا کنیم به حق شما. خداوند هر جای بر مشکل داشته خدا برش آسان کنه. الهی سلامت. مادر جان سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب هستن شما خوب هستین؟ شکر. روز چند کار میکنی اینجا؟ این میشه 100 روپیه یکنی 100 روپیه 50 روپیه روز. چرا کار میکنی؟ بچه از شوهر کس نیست کار کنن؟ نه بچه ها خورده دیگه سیاسر است کلش. خانه کرایی است؟ کرایی است. امروز چند کار کردی کار؟ هیچ چیزی. هیچ کار نکردی؟ 6 تا میجنه به طبقه. ساعت 12 1 بجه است. سپورت به خدا هرچی خدا کنه. خدا مهربان است. خواهر گلمی 500 1000 افغانی را بگی یک برادر که نخواسته نامشان گرفته شد کمک هم خوری کنه. 1000 افغانی درست است ان شاء الله. تشکر از کسی کمک میکنه. خدا هر جای باشه بخیر باشه که تو که جمله مسلمان زنده باشه خدا وطن آرام کنه. بخیر سلامت باشین. این آخرین پول بود که کمک برادر ما که نخواستن نامشان گرفته شود برای فامیل های نیازمند ما توزیع کردیم. الله خیر و برکت دنیا و آخرت نصیب آنها بگرداند و انشاءالله که این پول ها برای نیازمندان واقعی را الله خیر و برکت نصیبتان کنه و اگر میخوایم با ما در ارتباط شید کمک هایتان را برسانید و شماره 076 220 973 در ارتباط شوید تا برنامه های بعد. الله یار و یاورتان.